تصور کن یه روز صبح از خواب بیدار شدی. میخوای بری سر کار، دانشگاه یا هر جای دیگه. هدفون یا ایرپادتو میذاری، میری سراغ پلیلیست همیشگیت، ولی آهنگای مورد علاقتو پیدا نمیکنی. چیزی به اسم متال نمیبینی. نه فقط تو، بلکه هیچ کس چیزی درباره متال نمیدونه. اصلا انگار متال هیچ وقت به وجود نیومد. نه صدای دیستروشن گیتاری وجود داره، نه اون سولوهایی که برق از سرت میپروندن. از اون کنسرت‌های پرهیجان چه خبر؟ نه، اونا هم دیگه وجود ندارن. همون کنسرت‌هایی که بعضیا واسه آروم شدن میرفتن، بعضیا واسه تخلیه انرژیشون میرفتن، بعضیا هم مثل ما فقط واسه اینکه وقتشون رو بگذرونن و یه تفریحی کرده باشن به صورت مجازی میدیدن. هیچ کدوم از اینا دیگه وجود نداره. تو نگاه اول یه آدم عادی با خودش میگه خب چیزی نشده که، این همه چیز از این دنیا کم شده، یه سبک موسیقی هم روش اتفاقی نیفتاده. به جاش راک گوش میکنیم، جاز و بلوز گوش میکنیم، رپ گوش میکنیم، پاپ گوش میکنیم. چیزی نشده که. اما حقیقت خیلی عمیق‌تر از این حرف است. متال هیچ وقت فقط یک سبک موسیقی نبوده. هیچ وقت یه تعدادی آکورد و ریفای سنگین و جیغ و داد روی استیج نبوده. متال همیشه از بدو تولدش بار فرهنگی خیلی عمیقی رو همراه با خودش داشته. یه جنبش هنری بزرگ که نه فقط روی موسیقی بلکه روی زمینه‌های دیگه‌ای از هنر هم تأثیرات بسزایی گذاشته، مثل صنعت مد، دنیای سینما، بازی‌های ویدیویی، هنرهای تجسمی و نه صرفاً این موارد، بلکه روی نگاه مردم به دنیای پیرامون خودش هم تأثیر خیلی عمیقی داشته. این تأثیر به قدری عمیق بوده که بعضیا معنی متفاوت بودن رو از موسیقی متال فهمیدن. امروز می‌خوایم با هم سوار ماشین زمان بشیم، به دنیای موازی سفر کنیم و ببینیم اگه متال هیچ وقت به وجود نمی اومد، دنیای امروز ما چه شکلی می شد. اینجا رادیو متاله، به برنامه راک تاک خوش اومدید. بیایید از خود هسته اصلی یعنی موسیقی شروع کنیم. موسیقی متال اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی با گروهایی مثل بلک سبت متولد شد. اونا اومدن و صدای گیتار رو سنگین‌تر و گاهن محتوای آهنگ‌ها رو تاریک‌تر کردن. حالا فرض کن بلک سبت، جوداس پریست، آیرن میدن یا حتی بعدها متالیکا هرگز وجود نداشتن. چه اتفاقی برای موسیقی میافتاد؟ اولین ضربه به نوآوری‌های فنی توی نوازندگی وارد میشد. سبک متال نوازنده ها رو مجبور کرد تا مرزهای توانایی فیزیکی انسان رو جابجا کنن. تکنیک‌های گیتار زدن مثل سویپ پیکینگ، تپینگ یا ریف‌های فوق‌العاده سنگین و سریع همگی تو بستر متال به تکامل رسیدن. درامرهایی که یاد گرفتن با سرعت باور نکردنی بنوازن همگی از این مکتب بیرون اومدن. تو دنیای بدون متال، گیتار الکتریک احتمالاً تو سطح همون راک اند رول های سنتی، جاز یا بلوز باقی میموند. جوانایی که میخواستن گیتار یاد بگیرن دیگه الگویی مثل ادی ون هیلن یا دایمبگ درل نداشتن تا اونا رو به چالش بکشه. موسیقی راک شاید همچنان محبوب می بود، اما انگیزه‌ای برای شکستن مرزها دیگه وجود نداشت. و نتیجه همه اینا چی میشد؟ موسیقی عامه پسند یا همون پاپ و راک استاندارد بسیار امن‌تر، محافظه‌کارتر، قابل پیش‌بینی‌تر و یک نواختر پیش می‌رفتن و ما دیگه تنوع صوتی عجیبی که امروز تو دنیای موسیقی داریم رو از دست میدادیم. متال مثل یک آزمایشگاه صوتی بزرگ بود که تو اون صداها به افراطی ترین شکل ممکن تست می‌شدن. بدون این آزمایشگاه کل صنعت موسیقی امروز محافظه‌کارتر و خسته کننده تر بود. اما متال فقط پشت دیوارهای استودیوی ضبط صدا باقی نموند. متال به خیابونا اومد و جوامع انسانی منحصر به فرد خودش رو تشکیل داد. برای میلیون‌ها انسان در سراسر جهان متال یک نجات دهنده بود. این موسیقی همیشه پناهگاهی بوده برای کسایی که احساس می‌کردن با جامعه همگام نیستن.
آدم‌های درونگرا، کسایی که خشم یا اندوه درونی داشتن و تو آهنگای شاد پاپ جوابی واسه احساساتشون پیدا نمی‌کردن. اگه متال وجود نداشت، ما یکی از وفادارترین و منسجمترین خرده فرهنگ‌های تاریخ رو از دست میدادیم. تو کنسرت‌های متال پدیده‌ای وجود داره به اسم موش‌پیت، جایی که افراد در ظاهر به هم تنه میزنن و با خشونت رفتار میکنن، اما در واقعیت یکی از امن‌ترین و همدلانه‌ترین فضاهای تخلیه انرژی همین موش‌پیته. اگه کسی تو این کار زمین بخوره، 10 نفر سریع دستشو میگیرن و بلندش میکنن. این یعنی یه پارادوکس زیبا. خشن‌ترین موسیقی مهربون‌ترین و حامی‌ترین هوادارا رو تربیت میکنه. تو دنیایی بدون متال، اون دسته از جوونا و نوجوانایی که با بحران‌های روحی، حس انزوا یا عدم پذیرش از سوی جامعه روبرو بودن، این فضای امن رو پیدا نمی‌کردن و دیگه دوستای همفکری نداشتن. تحقیقات روانشناسی متعددی نشون داده که موسیقی متال به کاهش خشم و استرس کمک میکنه. بدون این سبک شاید دنیای ما آدما منزوی‌تر، افسرده‌تر و یک نواختر پیش می رفت و دیگه هیچ فرصتی برای فریاد زدن دردهامون پیدا نمی کردیم و دنیا عمیقاً جای سردتر و بیروحتری می شد. حالا بیا یه نگاهی به دور و بر خودمون بندازیم، به لباسایی که می پوشیم و هنری که می بینیم. تأثیر متال روی صنعت مد، فشن و هنرهای تجسمی غیر قابل انکاره. استایل لباسهای چرمی سیاه، زنجیرها، گلمیخ‌ها، دستبندهای تیغدار، پوتین‌های سنگین نظامی و تیشرت‌هایی که با طرح‌های گرافیکی خشن و تاریک همگی شناسنامه متالن. اگه متال نبود، صنعت مد یکی از بزرگترین و خلاق‌ترین منابع الهام بخش خودش رو از دست میداد. این روزا می‌بینیم که حتی بزرگترین برندهای لوکس لباس دنیا از فونت‌ها و استایل‌های متال تو طراحی‌های خودشون استفاده می‌کنن. بدون متال، پوشش خیابونی تو بخش بزرگی از جهان کاملاً متفاوت و احتمالاً بسیار اتو تر و ساده تر می بود. تو بخش هنر هم کاور آلبوم‌های متال همیشه شاهکارهای هنری فانتزی، تاریک و سورئال بودن. از نقاشی‌های آخرالزمانی آلبوم‌های آیرن میدن و طلسم معروفشون ادی تا طرح‌های پیچیده و سنگین گروه‌های دث متال. این سبک باعث شد که هنر فانتزی تاریک یا دارک فانتزی آرت راه خودش رو به جریان اصلی فرهنگ پاپ باز کنه. بدون متال شاید نقاش‌ها، طراحای گرافیک و تصویرسازها هرگز جرئت نمی‌کردند نیمه تاریک، عمیق و وهم‌آلود تخیل انسان رو به این زیبایی و با این گستردگی به تصویر بکشن. تأثیر بعدی تو رسانه‌های مدرن یعنی سینما و بازی‌های ویدیویی. چقدر از هیجان یک صحنه اکشن سینمایی مدیون موسیقی پشتشه. تصور کن فیلم‌های حماسی، جنگی یا علمی تخیلی رو بدون اون صدای پس زمینه قدرتمندش تماشا کنی. بدون میراث متال، بسیاری از فیلمسازهای بزرگ ابزار لازم برای انتقال احساس مختلف مثل احساس خطر، ابهت و هیجان خالص رو نداشتن. مثلا فیلم‌هایی مثل ماتریکس یا سری فیلم‌های جان ویک یا سینمای وحشت بخش زیادی از اتمسفر خودشون رو مدیون این سبک صوتی سنگین و صنعتی هستن. تو دنیای بازی‌های ویدیویی فاجعه از اینم بزرگتره. بازی دوم رو بدون موسیقی متن سنگین و شاهکار میک گوردون یا نسخه‌های قدیمی اون تصور کن. اصلا متصور شدن یه سری از بازی‌ها مثل دیویل می کرای یا بازی‌های مسابقه‌ای هیجانی بدون ریفای گیتار غیر ممکنه. موسیقی متال تو بازی‌های ویدیویی فقط یه صدا توی بک‌گراند نیست، بلکه موتور محرک بازیکن برای جلو رفتن و مبارزه کردنه. تو دنیای بدون متال، سازنده‌های بازی مجبور بودن به موسیقی الکترونیک، موسیقی ساده‌تر یا حتی همون موسیقی ارکسترال سنتی پناه ببرن که یعنی بسیاری از لحظات نمادین و به یاد موندنی گیمینگ دیگه اون انرژی وحشی و آدرنالین خاص امروزی خودشون رو نداشتن. و در نهایت شاید دنیای بدون متال هم تا این حد و اندازه پیشرفت می‌کرد. تکنولوژی جلو میرفت، آسمون خراش‌های زیادی ساخته می‌شدن، اما چیزی که از بین میرفت یا شاید هیچ وقت به وجود نمی اومد بخش بزرگی از جسارت هنری بشر بود. متال به ما یاد داد که همیشه نباید صرفاً واسه اینکه بقیه خوششون بیاد حرف بزنیم، ساز بزنیم، آواز بخونیم. متال به ما یاد داد که خشم و انزوا، ناراحتی و اعتراض، همه اینها ویژگی‌های انسانیه و بعضاً میشه با همینها آثار هنری پرشکوهی رو خلق کرد. متال به جهان تنوع فرهنگی داد، یه خانواده بزرگ داد و از همه مهمتر جرأت متفاوت بودن رو داد. خب، حالا که به پایان سفرمون تو این دنیای موازی رسیدیم، نوبت شماست.
که بگین دنیای شما بدون موسیقی متال چجوری میشد. بزرگترین چیزی که شخص شما یا حتی دنیای شما با نبود موسیقی متال از دست میداد چی بود؟ تو کامنت ها برامون بنویسید. لایک و سابسکرایب هم فراموشتون نشه. اینجا رادیو متاله. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم.